تو بالا شهر تهران یه سری خونه‌ها هستن که خیلی لاکچری ان و خیلی هم گرون قیمتن، اما یه سریاشون هم هستن که دیگه خیلی لاکچری ان و خیلی گرون قیمتن. فقط یه سری افراد خاص میتونن برن اون خونه‌ها رو بخرن. امروز میخوام بهتون چند تا از لاکچری ترین و گرون ترین خونه‌هایی که داخل تهران وجود دارن رو بهتون معرفی کنم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، سابسکرایب رو بزنید و لایک کنید حتما این ویدیو رو. بریم سراغ اولیش، برج چناران که یکی از لوکس‌ترین و مجلل‌ترین مجتمع‌های مسکونی تهرانه که تو منطقه الهیه است. این برج توسط معمارای برجسته‌ای مثل فرزاد دلیری و امید غلامپور طراحی شده. امکانات رفاهی که این برج داره: استخر، سونا، جکوزی، سالن ورزشی، لابی مجلل، نگهبانی 24 ساعته، خدمات سرو غذا، کارواش ماشین و خیلی چیزای دیگه مثل خشکشویی که داخل همین برج هست. یه چیز دیگه هم که میشه بهش اشاره کرد، فضای سبز و محوطه سازی این مجتمعه که دارای فضای سبز وسیع با درختای کهنسال، آبشارها و نهرهای آبه. ولی سیستم امنیتی این مجتمع که دارای سیستم امنیتی پیشرفته و گارد ویژه است، امنیت ساکنان رو به صورت کامل تضمین میکنه. طراحی این برج با استفاده از بهترین مسائل ساختمانی و جزئیات دقیق انجام شده. همچنین فضای خارجی این برج با محوطه سازی زیبا و چشم نوازهای بی‌نظیر تکمیل شده. موقعیت این برج تو خیابون فرشته است و تو منطقه الهیه شمال تهرانه. این منطقه به دلیل دسترسی آسون به مرکز خرید و رستوران‌ها و امکانات رفاهی یکی از محبوب ترین مناطق مسکونی تهران. متراژ هر واحد این برج بین 260 تا 550 متر مربعه و اما قیمت هر واحد این برج، قیمت هر متر مربع تو این برج حدود 200 میلیون تومانه که بستگی به ویژگی‌های خاص و هر واحد ممکنه تغییر کنه. بریم سراغ مورد بعدی، برج آلتون کورت، یکی از برج‌های لوکس و مدرن تهرانه که تو منطقه نیاوران واقع شده. این برج با طراحی شیک و منحصر به فرد خودش جذابیت زیادی برای خریداران مسکن لوکس داره. لابی این برج به مساحت 600 متر مربع و پنجره‌های قدی بزرگ فضای دلنشین و روشن برای ساکنان فراهم میکنه. فضای سبز این برج که دارای آبنماها و نورپردازی‌های زیباه که محیطی آروم و دلپذیر برای ساکنان فراهم میکنه و امکانات عادی دیگه‌ای مثل استخر، سالن ورزشی، پارکینگ اختصاصی و نگهبانی 24 ساعته و همچنین امنیت پیشرفته. این برج همچنین پنت هاوس‌هایی هم داره که بین 500 تا 640 متره و دوبلکس و تریپلکسن. این برج دارای 24 طبقه است که 18 طبقه اون مسکونیه و 5 طبقه زیرزمین به عنوان پارکینگ استفاده میشه. واحدهای مسکونی بین 200 تا 640 متر مربعن. برج آلتون کورت تو منطقه نیاوران واقع شده که دسترسی آسون به مرکز خرید، رستوران‌ها و امکانات رفاهی یکی از محبوب‌ترین مناطق تهران محسوب میشه. قیمت هر متر مربع تو برج آلتون کورت حدود 180 میلیون تومانه که بسته به ویژگی‌های خاص و هر واحد ممکنه تغییر کنه. مورد بعدی، برج روما، یکی از برج‌های لوکس و مجلل تهرانه که تو خیابون کامرانیای شمالی واقع شده. این برج با طراحی مدرن و امکانات رفاهی فراوون یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها برای خریداران مسکن لوکس در تهرانه. برج روما دارای پنت هاوس‌های دوبلکس با متراژ 1400 متر مربع که از بزرگترین واحدهای برج محسوب میشه. لابی این برج با مساحت 1000 متر مربع و طراحی لوکس دلنشین و مجلل برای ساکنان فراهم میکنه. این برج دارای فضای سبز بسیار زیبا و محوطه سازی با آبنماها و نورپردازی‌های زیبا که محیطی آروم و دلپذیر برای ساکنان فراهم میکنه و بازم امکانات عادی دیگه مثل استخر و جکوزی و سونا و سالن اجتماعات، سینما، باشگاه، سالن بیلیارد، سالن ایروبیک و چیزای عادی دیگه که به این دیگه واقعا استخر و جکوزی و سونا داخل همه این برجا هست و بر همشون عادیه. قیمت هر متر مربع برج روما حدود 200 میلیون تومانه که بسته به ویژگی‌های خاص هر واحد ممکنه تغییر کنه. مورد بعدی، برج رولکس، یکی از لوکس ترین و مدرن ترین برج‌های مسکونی تهرانه که تو منطقه فرمانیه واقع شده. این برج با طراحی شیک و امکانات رفاهی فراوون یکی از محبوب ترین گزینه‌ها برای خریداران مسکن لوکس تو تهران محسوب میشه. این برج دارای 16 طبقه و 52 واحد مسکونیه که متراژ هر واحد بین 130 تا 300 متره. برج رولکس دارای پنت‌هاوس‌های دوبلکس با متراژ بالا و امکانات بی‌نظیره. لابی این برج با مساحت حدود 600 متر مربع و طراحی لوکس دارای فضای دلنشین و مجلل برای ساکنان فراهم میکنه.
میکنه. این برج دارای فضای سبز و محوطه سازی با آبنماها و نورپردازی زیباه که فضای آروم و دلنشین رو برای ساکنان فراهم میکنه. امکانات رفاهی این برج از جمله استخر و جکوزی و سونا که بر همشون طبیعیه، سینما، باشگاه، سالن بیلیارد و سالن ایروبیک. این برج 5 طبقه زیرزمینی پارکینگ داره و ظرفیت 200 خودرو داره و آسانسور مخصوص حمل خودرو نیز داره. قیمت هر متر برج رولکس حدود 80 تا 95 میلیون تومانه که بستگی به ویژگی‌های خاص ممکنه تغییر کنه. مورد بعدی برج پارامیس، یکی از لوکس‌ترین و مدرن‌ترین برج‌های تهران تو منطقه فرشته. این برج با طراحی شیک و امکاناتی فراوان که از محبوب‌ترین گزینه‌هاست. این برج دارای 13 طبقه است که 10 طبقه اون مسکونیه و 2 طبقه زیرزمینی به عنوان پارکینگ استفاده میشه. واحدهای مسکونی بین 450 تا 540 متر مربع. برج پارامیس دارای پنت‌هاوس‌های دوبلکس با متراژ بالا و بی‌نظیره. لابی این برج حدود 500 متره. امکانات رفاهی هم دوباره مثل همیشه استخر و جکوزی و سونا و فضای سبز. این برج دارای 2 طبقه پارکینگ زیرزمینی با ظرفیت 27 خودرو و برای هر 3 واحد مسکونی پارکینگ اختصاصی در نظر گرفته شده. قیمت هر متر مربع تو برج پارامیس حدود 170 میلیون تومانه که بسته به ویژگی‌های خاص هر واحد ممکنه تغییر کنه. میرسیم به مورد آخر، برج دیپلمات، بازم تو منطقه فرشته. این برج دارای 15 طبقه و 30 واحد مسکونیه که متراژ هر واحد 300 تا 600 متره. لابی این برج با مساحت 600 متر فضای دلنشین و مجلل برای ساکنان فراهم میکنه. از امکانات رفاهی بازم همونا، یعنی استخر، جکوزی، سونا، سالن بیلیارد، باشگاه، سینما، سالن ایروبیک و فضای سبز. این برج دارای 5 طبقه پارکینگ زیرزمینی با ظرفیت 200 خودروه. قیمت هر متر مربع این برج 224 میلیون تومانه که بسته به ویژگی‌ها امکان تغییر داره. خب رفقا، این ویدیو هم به پایان رسید. سابسکرایب کنید حتما و این ویدیو هم لایک کنید و مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.